آماده گوشتگیری شده ایستادند و پهلوان برای رکورد تمنا دارد. پهلوان صفت پهلوان بدرزاده از صاحبان میدان از جمهوری تاجیکستان با امید پهلوان از جمهوری برادری ازبکستان با لباسی ورزشی کبود قوه همدیگر را میسنجند. به هر دو پهلوان برای رکورد تمنا داریم. برد پهلوان ها از حساب خزینه نوروزی یک سرکه و 100 سامانی معین کرده شده است. به هر دو پهلوان برای رکورد تمنا داریم. ای بهاری سبز و تر خوش آمدی، ای جمالی بحر و بر خوش آمدی. حکم داور است، حکم داور است. به هر دو پهلوان احسان میکنم. امید پهلوان از جمهوری برادری ازبکستان غالب دانسته شد و برد خود را صاحب گردیدند. به هر دو پهلوان برای هنری والایشان یک جهان احسان میکنم. از قدم هایت همه گل میکند. ای عروسی گل بسر خوش آمدی، ای بهاری نازنین خوش آمدی. امید جو پهلوان، پهلوان نوور، پهلوان شناخته از جمهوری برادری ازبکستان آماده گوشتگیری شده ایستادند. حریف پهلوان نوور، پهلوان شناخته از جمهوری تاجیکستان محسن پهلوان، پهلوان ورزیده سابقه دار، پهلوانی که بیرون از جمهوری شناخته شده است و در تمام آزمون‌های جمهوری او بیرون از جمهوری سهمی با سزای دارد. از حساب خزینه نوروزی برد یک سرکه، یک خالی، یک بالاپوشی خارجی، یک بالشی خارجی و 200 سامانی به هر دو پهلوان ضبط کرده شد. به هر دو پهلوان برای رکورد تمنا داریم. برای پهلوان محسن احسابی مرزا قصاب 100 سامانی دیگر ضبط کرده شد. به هر دو پهلوان برای هنرشان یک جهان عرض و سپاس و تحسین میخوانم. شرط از غالب و مغلوب نیست. میدان محبت است، میدان دوستی است. محترم سفر محمد پهلوان خواهش میکنم محسن شناخته از حساب صاحبان میدان با پهلوان امینو منطقه یکم قوه همدیگر رو میسنجند. به هر دو پهلوان برای رکورد تمنا داریم و برد پهلوان ها یک سرکه، یک قالین خارجی، یک بالاپوشی خارجی و یک بالش و 200 سامانی بالای برد پهلوان ها ضبط کرده شد. محترم خیرالله صدستون در نزد بلنگویی که در ویدیوی موشه حاضر شده. حکم داور است، حکم داور خلا نرسونید محترم پهلوان ها. مال داور حکمش براره نه پهلوان ها. دانسته شد و برد خود را صاحب گردید. به هر دو پهلوان ها یک جهان عرض سپاس و تحسین آفرین میگویم. پهلوان آن است که با رمز دوستی محبت با رفیق خود معامله میکند. پهلوان همه یک حریف نوبتی پهلوان استای خستازان میدان. به هر دو پهلوان ها بردباری آنسته باشد که فلک به کام انسان باشد، هر مشکلی برایش آسان باشد. یک نان پذیری گندمی از نسچا، یک قطره آب از زرستان باشد. اطراف میدان پهلوان ها حکم داور است. به حکم داور گوش می‌دهند. بازی دوران ایستاده شد.
بردی پهلوان ها یک خالی، یک بالاپوش خارجی، یک گردی خارجی و یک خالی. مشاهی من به حکم دوار گوش اندازیم، به حکم دوار گوش اندازیم. پهلوان از منطقه یکم دست بالا گشتن و بردی خود را صاحب گشتن. احسن و پهلوان که میدان ما را جای گزین ندارن. میدان یک به افاقه بیاید محترم روبه، یک بار میدان به افاقه بیاید و یک دقیقه نوروز رو میداریم. اطراف به افاقه بیاید یک بار، اطراف به افاقه بیاید یک بار، بعد گشتین آغاز میکنیم. خب محترم نوروز پهلوان نوبر حفیظ و صاحبان میدان، پهلوان احرار و از منطقه دوم دو پهلوان نوبر برد پهلوان ها یک قالین خارجی، بالاپوش خارجی و یک بالش خارجی از حساب خزینی نوروزی و تک سامانی زن کرده شد به هر دو پهلوان برای کار تمنا داریم. پهلوان حفیظ، پهلوانی نوبر، پهلوانی شناخته، پهلوانی که پیوسته کما آزمایی میکنند. اطراف میدان شینه وی رستم پهلوان غالب دانسته شد و برد خود را صاحب گردید و هر دو پهلوان برای هنر والایشان، برای ادب شناختهشان یک جهان از حساب هیئت داوران عرض و سپاس می‌پویم. رستم پهلوان از صاحبان میدان با پهلوان حفیظ و بالبات ورزشی سم از منطقه یکم خوبه همدیگر رو میسنجند و هر دو پهلوان برای کار تمنا داریم. برد پهلوان ها یک سرکه، یک بالاپوش خارجی، یک بالش خارجی از حساب خزینی نرونی، از حساب مرزا قصاب 100 سامانی دیگر زم کرده شد، از حساب رئیس محله نظر اکاجان 50 سامانی دیگر زم کرده شد. 50 سامانی دیگر از حساب خمینه، 200 سامانی از حساب عموما برد، از حساب محمد ناصر 50 سامانی دیگر زم کرده شد. حکم داور قطعی پهلوان حفیظ از صاحبان میدان غالب رستم پهلوان غالب دانسته شد و برد خود را قدم رنجه کرده باشند به میدان نزدیک شوند تشریف فرمایند. پهلوان جوان پهلوان کاملزاده در میدان منتظر حریف خود است. جوان پهلوان و برد پهلوان یک سرکه معین شده است. مرحمت رقیب داشته باشند، شخصی که حوثی گوشتگیری داشته باشند مرحمت به میدان. پهلوان خواننده صنف چهارم مرحمت رقیبشان پیدا شود. خوب پهلوان کاملزاده خواننده صنف چهارم با پهلوان محترم نوروز شناس کنید. استاد پهلوان استادزاده دو پهلوان شناخته حساب کامل 50 سامانی دیگر زم کرده شد.
استادزاده پهلوان استادزاده با پهلوان توبلزاده از حساب کامل باز 50 سامانی دیگر ضرب شده از حساب اکتایف باز 50 سامانی دیگر ضرب کرده شد. پهلوان توبلزاده غالب و برد خود را صاحب کرد. عرض جوان پهلوان یک جهان عرض و غیرتشان عرض سپرد. غیرتی بالایشان را تحصیل میگوید. میدان از دلیره پهلوان دو دست میگیرد بعد خارج میشود. مرحمت حریف پهلوان توبلزاده پهلوان شناس کنید. نوروزو شناس کنید. پهلوان بدرزاده صاحبان میدان بردی پهلوان ها یک بالشت خارجی یک بسته چینیواری 100 سامانی از حساب توبیلوف ضبط کرده شد. به هر دو پهلوان براری کن. معلمان های گراومد مرحمت، مهمان های جمهوری برادری مرحمت. بدرزاده پهلوان بود توبلزاده دو پهلوان نومر خوبه همدیگر را سنجیده شد. تمام بعد این دست وزنهای وزنیتر به میدان میگروید. پهلوان های وزنهای وزنیتر مرحمت. بازی دورنگ پهلوان سفر و ورزش میونه پهلوان تاشم دهی را قوه همدیگر را میسنجند و هر دو پهلوان برای کار تمنا داریم. محترم بازارگوی و متصدی های همون محله همون طرف یک با افاقه بیاره. برد یک کرماس خارجی یک بالشت خارجی و 50 سامانی از حساب قدیمی نوروزی. امید پهلوان شناخته از جمهوری ازبکستان مخلصا خواهشمندم این که به میدان نزدیک شد. حکم دوور بازی دورنگ حسابی میشد. پهلوان ها از نفت آماده گوشتین گیری میشد. کدام پهلوانی که دست سر داد وفق حکم دوور مغلوب حسابی میشد. محترم پهلوان شما خوبتر میدونه. اطراف میدان با افاقه باید شینه همه نفر شینه یا اینکه خارج شوند. همه شینه یا خارج شوند. مهمان عالی قدر مهمان شناخته امیدجان پهلوان از جمهوری برادری ازبکستان آماده گوشتینگیری شده استادیان به هر دو پهلوان و این پهلوان نوور برای کار شده. یک روی مال در اختیار مهمان مرحمت. آزمایی بین دو جمهوری برادری عملی می شود. مرحمت وضعهای سبک خارج می شود. محترم نوروز یک روی مال فصل دارم با مهمان یک بین جمهوری ها پهلوان سفارو از ده پندارک و پهلوان مهمان
قوای همدیگر رو میسنجند بردی پهلوان ها. یک بالا پوش خارجی، یک بالشت خارجی و یک میزی دستمزد. دو گفتن ولدی که نوروز نهایت نوروزی با حشمت و پرتبدبه و کلون است برای آنکه 50 سامان بالای برد زن کرده شد برای آنکه در منطقه به خیال است یمانا نوروز باید باشد. پهلوان هایی که حسرت و آرزوی قوای خود را سنجیدن دارند میدان از دلر است، ناگفته نماید و شیمانی نخورند. میدان در اختیار پهلوان ها، فقط با یک شرط ادب را رعایت کنند. پهلوان با ادبش پهلوان است. محترم پهلوان ها داور جدا کنید. محترم 2 دقیقه وقت دادم برای پهلوان ها، برای رومول بندی. حکم داور است. پهلوان ها حکم داور رعایت کنید. آفرین به هر دو پهلوان آزمایی باید از روی مهر و محبت و دوستی باشد. امید فخری برادری ازبکستان با لباس ورزشی کبود با انوشیر و پهلوان از جمهوری تاجیکستان.